یک 2-3 هفته بود که میخواستم اولین ویدیو رو بگیرم، ولی خب خیلی چیزا مثل نور، تصویر، صدا، میکروفون خوب، سناریو نویسی، چجوری کنار اومدن با اینکه بخوام شروع کنم یا خیلی چیزای دیگه، این رفلکتی که میبینی واسه شکستن تصویر، شکستن مانیتور موبایل. نمیشد. خیلی یک هویی بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی گفتم که استارتشو بزنم. هیچ کس خبر نداره تقریبا. اگه اینو میبینی فکر میکنم دومین نفری هستی که خبر داری. و چی قراره تقریبا منتشر بشه؟ یک سری انگیزه ها، یک سری چیزایی که توی این مسیر پیشرفتی که چجوری کم نری، چجوری استقامت کنی. البته با خودم، یعنی چجوری کم نیارم، چجوری استقامت کنم، چی کارهایی بکنی که بهتره، چجوری بیشتر پیشرفت کنی از لحاظ اقتصادی توی این اقتصاد خراب. یک سری تریکای کوچیک سواد مالی، یعنی یک سری مباحث عادی میریم جلو، کم کم استارتش بخوره تا این رونده خودش آروم آروم درست بشه. اینکه هی بخوایم دست کنیم، هی بخوایم روی یک برنامه خیلی عظیمی پیش بریم، حتما سیستم بچینیم، چه میدونم نور بیاد، تصویر بیاد، ادیت بشه، اینا کار رو عقب میندازه. وقتی کار عقب میفته ضرر به وجود میاد. همین صرف اینکه فعلا با خانواده، وقت اولین توصیه با خانواده سعی کنین یا کنار بیان یا وقت بیشتری بگذرونین. تموم دیگه. خیلی مخلصیم.